برای فیکس آمریکایی بچه بافت ستاییتون از زیر که زدین به انتهای بافت که دارین میرسین تا جایی که تونستین بافتتون رو ادامه میدین. ببینید من دارم بافت رو ادامه میدم تا انتهای بافت. خب آخراش که میرسه میای با نخی که همرنگ موی مشتریت باشه میای انتهاشو میبندی و حالا من چون که نخ همرنگ نداشتم میام با کانوای قرمز میبافم، گره میزنن تشو این حالت. چند دور که پیچیدی بعد میای یه دونه گره ساده میزنی، بهش میگن فیکس آمریکایی. ببینید توی بافت مو بیشتر فیکس روسی و فیکس آفریقایی خیلی کاربرد داره. فیکس مصری و فیکس آمریکایی کاربردش خیلی کمه و خواهانش فکر میکنم تو ایران خیلی کمتر باشه. فیکس مصری که اینجا هستش بیشتر جنبه تزیینی داره. خب ولی خب کشورهای دیگه هم ممکن استفاده کنن، ولی بیشتر فیکس آفریقایی و روسی کارایی داره. بعد میای این ته نخ رو قیچی میکنی و انتهای موت هم یه حدودی قیچی میکنی. بچه ها حواستون باشه من انتهای مومو قیچی کردم، موی مصنوعی سرمانکنم بودش. خب موی مشتری رو که خواستی انجام بدی نیایید بیشتر موش به پایینا که رسید قیچیش کنی بندازی. یا ببینید فیلم خوب نگاه کنید. الان اینجا رو نگاه کنید، الان اینجا میبافی آخر که میرسه خیلی دیگه کم هستش. اینجا هستش که من میام با یه دونه نخ اینو میبندم گره میزنم، چون که انتهاش هستش. اینجا میذارم نخو همرنگ موی مشتریت باید باشه، اگه بلوند، اگه مشکی و بعد یه دونه چند دور که دور مو کانوار چرخوندم الان میام یه گره میزنم، کانوار میبرم زیر و میارم رو و بعد اینجا هم یه بار دیگه گره میزنم، انتهای دوتا نخ رو قیچی میکنم. ببینید اینجا و بعد میام با فندک این دوتا قسمت رو که نخ داشته رو قیچی میکنم. ببینید و این تهشو بهش میگن فیکس آمریکایی. ها این فیکس باعث میشه که ته بافتتون سوزونده بشه، یعنی کلا سوزوندن انتهای مو رو بهش میگن فیکس آمریکایی. ببینید حالا یکی هم گفتم که فقط حواستون باشه چقدر بگم مو مشتری اینقدر پایینش بونده بود نگیرین از این بالا قیچی کنین بگین معصومه گفتشا. میبافی تا تهش میای، آخرای که میرسه اینجا که میرسه نختو میبندی و بعد این طرقه میگیری قیچیش میکنی، یه کوچولوی ناصافیاشو میگیری و بعد داغش میکنی. الان ببینید دوتا کانوا رو میپیچونم به هم و بعد انتها رو اینجوری دور تا دورشو اینجوری فیکسش میکنن که دیگه داغ بمونه. تو بعضی از آموزش ها هستش این معمولا نخاش هستش، ولی بعضی کشورها رو من دیدم وقتی که فیکس آمریکایی رو انجام دادن اومدن این نخه رو باز کردن، یعنی که دیگه فقط پاییناشون کش بوده. خب پاییناشون سوخته شده بوده، ببخشید. الان هم نمونه هستش که با مو هست سوخته شده و نخ من بهش وصله و نمونه هستش که همین کار رو انجام دادم و بعد اومدم نخه رو باز کردم. وقتی که پایینش بسوزه اصلا دیگه این بافت باز نمیشه، حالا چه نخه بالاش باشه چه نباشه. به این میگم فیکس آمریکایی.